10 توصیه فوق طلایی پدر به فرزندش که میتونه هر زندگی رو متحول کنه. که 10میش حرف دل خودم هم هست. 1. بعضی از اتفاقها قلب تو به درد میاره ولی چشاتو باز میکنه. 2. عقربی که قبلا نیشت زده به مرور زمان کبوتر نمیشه. 3. هر کسی قلب داره ولی وجدان نصیب هر کسی نمیشه. گزینه 4. به آدم‌هایی که مغز نیاز دارن قلب هدیه نده. 5. مراقب باش توی جامعه اشتباه نکنی، اونا خانوادت نیستن که به راحتی ببخشنت. 6. هیچ وقت اونقدر گرسنه نشو که از هر بشقابی به تعارف کردن غذا بخوری. 7. هر وقت زیادی خوب بودی و زیادی خوبی کردی به آدم کم ظرفیت باید حتما بعدش ثابت کنی که احمق نبودی. 8. تنها چیزی که توی زندگی نباید برات مهم باشه حرف مردمه. 9. اونی که تو رو فروخته رو نفروش، مجانی بده بره. 10. که حرف دل خودم هم هست، نیازی نیست انسانها رو امتحان کنید، کمی صبر کنید خودشون امتحانشون رو پس میدن. این پستم ارسال کن به اولین نفری که به ذهنت رسید تا اونم این توصیه ها رو بشنوه.